بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. برادرای عزیز، خواهرای محترم، ما و شما عبادات خواندیم که عبادات تقریبا 6 قسم بود. عبادت های 6گانه را دیروز ما و شما خواندیم و اولی از این عبادت های فکری بود و سر فکر و این مسائل هم بحث کردیم. درس امروز ما و شما اهمیت عبادات فکری هست. هر مسلمان باید مسلمان فکری باشه و با فکر بودن یکی از صفات عالی مؤمنین است. انسان‌های مؤمن کسایی هستند که اونا با فکر و با اندیشه هستند. چرا؟ اگر کسی صاحب فکر باشه، صاحب اندیشه باشه و فکر خدا موافق با قرآن و سنت آراسته بسازه، باز ای چندین سعادتی را حاصل میکنه، سعادت دنیا، سعادت آخرت. از بسیاری مشکلات نجات پیدا میکنه، از دست برنامه‌های دشمنا خلاصی پیدا میکنه. دشمن حقیقی خودم بشناسه، دوست حقیقی خودم بشناسه، خالق خود درست بشناسه، عبادت خالق به شکل درست میکنه، تحت تاثیر برنامه‌های استعمار و استدمار و استحمار نمیره. اینی یک مسلمان قوی میباشه که در فاصله 1 ماه هم دشمن از پیش از او میترسن مسیرتشه. اما اگر انسان بی فکر باشه، بی اندیشه باشه، هر وقتی که خواسته باشه دشمنای الله سر از این برنامه‌های خدا تطبیق میکنه، ایزم میشه بر تندور استعمار، لکن نمیفهمه. در کفر و در شرک و در بدعت، حتی در ارتداد داخل میشه، لکن نمیفهمه. چرا؟ صاحب فکر نیست. پس عبادات فکری و با فکر بودن ای بسیار در اسلام ارزش زیاد داره، ولی متاسفانه از وقتی که استعمار سر کشورهای اسلامی قبضه کرده، مردم از هر چیز گپ میزنن بغیر از عبادات فکری، بغیر از با فکر ساختن جوانا. استعمار میخواد که یک جوان باشه به عقل، به شخصیت، به ارزش. اگه گفتمش برقص، اگه گفتمش خنده بازار شو، اگه گفتمش لودگی بکنه، اگه گفتمش 24 ساعت فکاهی بگو، 24 ساعت فکاهی بگویه. به هر طرفی که خواستم در حرکت شوم. استعمار اینه میخواد و از طریق بیفکری و بیدانشی جوانا و مردم و ریش سفیدا و بزرگا در مجموع مسلمان ها، چی دختر مسلمان باشه چی مرد مسلمان باشه، این سبب چی میشه؟ سبب از این میشه که سعادت دنیا و آخرت نصیب ما میشه و از بدی ها نجات پیدا میکنیم. اکثریت صحابه که جنتی شدن، الله از اونا راضی شد. چرا؟ به خاطر دختر با ایمان داشتن. دختر با ایمان پدر خود در ایمانداری تشویق میکرد. همسر با ایمان داشتن. خانم با ایمان عزیز شوهر خود به طرف ایمانداری دعوت میکرد. او برش زریر آماده میکرد، او برش سالار آماده میکرد، او برش اسب آماده میکرد. شوهر خود میفرکت کو. مادر مسلمان بود که اولاد خود تربیت اسلامی درست میکرد. عاطفه خود، خواسته های خود قربان قرآن و سنت میکرد. درست است، هر کس عاطفه داره، عاطفه مادر بیشتر است، اما صحابیات از این عاطفه مادری خود استفاده مثبت میکردن، شوهر خود به طرف دینداری میکشاندن، سر رواج پای خود میماندن، سر خواسته های نفسانی پای خود میماندن. چرا در قرآن عظیم شان مثلا در بین زنها خانم فرعون
من حیث یک الگو و سمبل برای مسلمان ها پیشنهاد میشه، گفته میشه که ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. چرا یک زن با فکر، با ایمان، با دانش، با عقل، با تمام مواصفات عالی بود که فرعون نتانست که با قصر خود او را فریب بده، با لباسهای زیاد او را فریب بده، با طلا او را فریب بده، با قدرت و سلطنت خود او را فریب بده. قال رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، یا الله برای من یک خانه در جنت. کاش که یک قاری سمی بودم یا آیت هم میخوان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الده آیت شریف شما ببینین الله متعال چی میگن. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. یک وقت یک خانم آلمانی امرای ما درباره مسائل اسلامیات بحث میکرد. درباره مسئله زن گفت، مثلا گفت استاد شما شخصیت بسیار عالی قرآنی کی هست که برای شما نمونه مثال باشه؟ من گفتم یک زن است. زن است؟ گفتم بله. دیگه کی هست؟ گفتم یک دختر است. یک زن و یک دختر. چون برای از اونا همیشه تبلیغ میشه که یا که هستن مخالف زن هستن، مخالف ازی هستن. نه خیر، ما مخالف زن نیستیم. وقتی ما از زن صحبت میکنیم از مادر خود صحبت میکنیم و مادر ما رو بسیار برش ما احترام داریم. از مادرهای خود صحبت میکنیم، از خانمهای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس اینا کلشان زن هستن. این زن تعجب کرد. من گفتم تعجب نکن. من امرای خود چون میفهمیدم که مسائل پرسان میکنه، من قرآن شریف با ترجمه انگلیسی امرای خود برده بودم. گفتم آیت من میخوانم، ترجمه انگلیسی خودت بخوان ببین که چی میگه. من راست میگم یا دروغ؟ وقتی که آیت خوانیم که ضرب الله مثال بیان، ضرب الله مثلا یعنی الله یک ضرب المثل بیان کرده، مثال بیان کرده. برای کی؟ للذین آمنوا، برای کسانی که ایمان دارن. برای مرد و زن مسلمان است دیگه. اینجا آمنو کلش داخل میشه. کیه؟ نمونه مثال و الگوه قرار داد الله متعال امرأة فرعون. کیه؟ خانم فرعونه. خانم فرعون چی کمال داشت؟ خانم فرعون میگه وقتی شوهرش میایه کافر است، بیدین است، در وقت از اونا میتونست یک زن مسلمان، حال نمیتونه، حال یک زن مسلمان نمیتونه با یک کافر ازدواج بکنه، اما در اون شرایط بود دیگه. شوهر کافرش برش کل چیزا را پیشنهاد میکنه و کل کابینهش، وزیرایش، جنرالایش، قماندانایش، مشاورینش کلشون قبول میکنه. وقتی که فرعون میگه انا ربکم الاعلی، من معبود بزرگ شما هستم، اما خانم فرعون امی گپ فرعون قبول نمیکنه تا سرحد مرگ. تا سرحد مرگ. چی میگه؟ فرعون برش میگه برات قصر جور میکنم که هر قسم نعمت ها دو باشه. خانم فرعون دست خدا به بارگاه الله بلند میکنه و میگه ربی، ای پروردگار من، ای خالق من، ای رازق من، ای شفا دهنده من، ای محبوب دوست من که من به تو دوستی و محبت دارم، ای ذاتی که به تو توکل دارم، ابن لی بیت عندک بیتا فی الجنه، برای من یک قصر و منزل و جایگاه و خانه در جنت برای من بنا کو یا پروردگار. و نجنی من فرعون و عمله، و مرا نجات بده از شر فرعون کافر طاغوت و از اعمال زشتش. و نجنی من القوم الظالمین، و مرا نجات بده از قوم ظالم.
امروز بسیاری مردا هستن که ادعای بسیار شخصیت و بسیار قوت ایمانداری میکنن، اما وقتی که مسئله پیسه، یک خانگک لوکس، یک قصرک زیبا، یک موترک لوکس آمد، باز امو غیرت می خانم ای نداره. از این خاطر ات زن با غیرت و با شهامت و با ایمان بر ما نمونی مثال بیان میکنه. ضرب الله مثلا. در مقابل چندین عالم، چندین حبر، چندین درباری، چندین کسانی که در کتاب الله تحریف کرده بودن، کل از اینا در مقابل یک دختر با ایمان جبهه میگیرن. علمای یهود و مریم ابنت عمران، در شرایطی که انواع مختلف فسادها هست، فساد اخلاقی، فساد اجتماعی، بی‌حیایی، حجاب مردم توهین میکردن، زن با حجاب تحقیر میکردن، حفاظت شرمگار، زنا زیاد منتشر بود. لکن در این جمعی دختر مسلمان حجاب خود حفظ میکنه، ایمان خود حفظ میکنه، تقوای خود حفظ میکنه. الله متعال میگه دیگر نمونه مثال برای شما زنها و مردای مسلمان، ببین حیا و عزت و عفت و پاکی و شرف از کی یاد بگیرین؟ از مریم بنت عمران التي احسنت فرجها، کسی که شرمگاه خود را پاک نگه داشت. فنفخنا فیه من روحنا، ارزش از این پیدا کرد که ما مخلوق خدا که قدرت خدا باید در اون نمایان بکنیم، معجزه خدا در اوت یک زن نشان بدیم، ما روح خدا در او دماندیم. روح خود یعنی مخلوق با عزت و مکرم خدا. و صدقت بکلمات ربها، و آنچه که الله برش گفته بود برای او تصدیق کرد. ما بسیاری وقتا قرآن بسیاری کسا میخونن لکن با قرآن تصدیق نمیکنن، اما این دختر با ایمان و با شخصیت هر حکم الله را تصدیق میکرد. و کتبه و کتاب الله، و کانت من القانتین، از زنهای قانت و دیندار و پرهیزگار بود. پس یک زن با ایمان و با شخصیت و یک دختر با ایمان و با شخصیت الگو و نمونه میشه برای تمام مسلمان های مرد و زن، و ای از حقوق زن در قرآن عظیم الشان که ما ارزش زنها را درک میکنیم، برشان احترام میکنیم و از الله میخواهیم که عمو تو زن و عمو تو دختر الله نصیب ما بگردانه. عمو تو ایمان داشته باشن که ایمانداری از اونا سبب شود که ما هم ایماندار شویم. چرا هر مردی که پیروز شده، کامیاب شده، در عقب از او یک زن دیندار بوده. هر مثال، یک وقت هند یک زن شجاع هست، یک زن قهرمان است. در کفر خود هم شجاعت داشت، وقتی که مسلمان داشت اما وقت هم شجاعت داشت. در کفر خود حمزه رضی الله تعالی عنه را شکمش پاره کرد، گردهش کشید. لکن وقتی که حق فهمید آمد گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هنوز شوهرش خبر نداشت، رفت چیزی که در خارج بتا بود کلش میده که دوست انداخت. اما تو با شجاعت و با قوت و با ایمان بود. یک روز در خانه هند یکی از اقاربشان میمان میه. وقتی که هند رضی الله عنها، هند کدام هند است؟ الاسلام یجب ما قبله. وقتی که یک کافر خطرناک مسلمان میشه تمام گناهاش الله میگه میبخشه، خلاص شد. این کلمه لا اله الا الله بسیار ارزش داره. تعهدات لا اله الا الله بسیار ارزش داره و شروط هفتگانه لا اله الا الله بسیار ارزش داره. از هند تبدیل شد به هند رضی الله عنها، صحابی جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. یک روز این زنش با شخصیت و قهرمان در خانه شیشته میمان میه خانهش.
مهمان میه سعی کنین انسان های شخصیت میگه شخصیت چی است؟ میگه شخصیت عالی انسان از هدف عالی از او فهمیده میشه. هر قدر هدف عالی بود به مو اندازه شخصیت عالی است. هر قدر که اهدافت کوچک و زیر پا افتاده و ضعیف بود به می اندازه شخصیت چی است؟ ضعیف است. مثلا یک نفر کل عمر خودم مثل لیلا مجنون که میگن، یک نفر کل عمر خودم در چی تیر کرده؟ در یک عشق. بسیار به شخصیت انسان بوده، بسیار به شخصیت انسان بوده. هند بسیار با شخصیت است. چه قسم با شخصیت است؟ میمانش بچه که هند نوجوان است، معاویه رضی الله تعالی عنه است، بچه ازی است. برای معاویه دعا میکنه، این نفر میگه که بچه الله متعال تو را حاکم حجاز بسازم. حجاز حالا که عربستان و سعودی میگن، اینی منطقه را سابق چی میگفتن؟ حجاز میگفتن. گفت دعا کرد، گفت الهی بچه تو را حاکم حجاز بسازم. هند زن با شخصیت است. چی گفتم مقابلش؟ گفت قاتلک الله، الله تو را هلاک کنه که از این دعایت. تو دعا میکنی. این نفر گفت من برش دعا کردم تو برای من میگی که قاتلک الله، الله تو را هلاک کنه. چی گفت؟ هند برش گفت تو بسیار انسان کم فهم هستی، به شخصیت هستی. می بچه خود تربیه میکنم که 3 قاره جهان که کشف شده ای در 3 قاره جهان حاکم باشه، در اروپا و افریقا و آسیا. او وقتی امریکا و انتارکتیکا و استرالیا کشف نشده بود. ما میخوایم که این حاکم 3 قاره دنیا باشه و تو آمدی بر من دعا میکنی که چی شوه؟ حاکم یک قریه که کوچک شوه. هیچ یک منطقه بسیار کوچک است. وسو که از این دعای احمقانی برای بچه من دعا نکن. من خودم برش 5 وقت تربیه میتم، تعلیم میتم و دعا میکنم که چه. معاویه رضی الله تعالی عنه وقتی که خلیفه مسلمانان شد 3 قاره دنیا بیرق اسلام لا اله الا الله بلند بود. گوستاو لوبون فرانسوی یک کتاب نوشته کرده به نام تمدن اسلام و عرب، اسلام and Arab Civilization. و در کتابخانه پوانتون، در کتابخانه عامه هست به نام تاریخ تمدن اسلام و عرب، نوشته گوستاو لوبون فرانسوی. او میگه زمانی که معاویه ابن ابی سفیان رضی الله عنهما میگه وقتی که این خلیفه مسلمانا بود، مسلمانا 1200 کشتی جنگی داشتن. 1200 کشتی جنگی داشتن. اروپایی ها می آمدن از کشتی های مسلمان ها خریداری میکردن و تقلید میکردن، یاد میگرفتن فن کشتی سازی را در کارخانه های معاویه رضی الله تعالی عنه. این زنهای با شخصیت بسیار هستند. محمد فاتح رحمت الله علیه کسی که قسطنطنیه را فتح کرد و نامش اسلامبول گذاشت. این استانبول کسی نامش یک کافر به نام مصطفی کمال آتی ترک میگن. این کافر باز نام اسلامی زیر تغییر داد. قسطنطنیه را فتح کردن، حالا که استانبول میگن نامش استانبول گذاشت. مادر ازی هر روز در پشت کلکین در قصر خود کلکین جور کرده بود و کلکین روش طرف قسطنطنیه بود و بر بچه خود از سن 7 سالگی میگفت بچه‌م جان مادر، بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسی که قسطنطنیه را چی کنه؟ فتح کنه. بچه‌م فاتح قسطنطنیه شو، بچه‌م لشکر اسلام جور کن، بچه‌م در گپای بیهوده مصروف خود نساز. سلطان محمد فاتح
21 ساله بود که قسطنطنیه را فتح کرد. قسطنطنیه را فتح کرد. به هر صورت اهمیت فکری نمی هست که ما همیشه تقاضای ما این است که جوانای ما چی باشن؟ با فکر باشن، با اندیشه باشن، فکر اسلامی قوی داشته باشن. بسیاری کسا هست تمام فکرش دیگه است اسقاط بخوریم یا نخوریم. مناظره اونجا دشمنای اسلام میخواه که قبر کل ما را بکنه، قبر کل گیره بکنه. پیش از واقع است وقتی که نامش مسلمان بود او را تروریست دشمن خود میگن. دشمنای اسلام جوانا را شکار میکنن، نصرانیت نشر میکنن، مردم به طرف نصرانیت تعمیل در فیسبوک ها دعوت نمیکنن، علنا انجیل درس نمیدن، انجیل منسوخ شده را اون دوها به طرف دین خود از طریق فیلم ها و سریالات دین خود در بین مردم نشر نمیکنن. مردم های گمراهی و بی عزتی و بی قتل و کشتار در بین مردم نشر نمیکنن. وقت چی هست؟ آدم با فکر باید در مقابلش کمونستا باشه، کمونستا باشه، مردم های بیدین باشه، سیکولرها باشه، مردم هایی که قرآن لغت میکنه او را هدف قرار بده که از مناظره بکو، که نصرانی مناظره بکو، که یهودی مناظره بکو، که دشمنای اسلام مناظره بکو. خب یک نفر مثلا 50 را اسقاط خورد یا نخورد، والا من را که اسقاط دمی قرآن بیخیم 100% حلالم باشه من نمیگیرم. چرا رسول الله میگه دستی بلند خوب است، از دست چی کنه؟ وقتی که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم ششتی، رسول الله هم یک معجزه‌اش چی بود؟ سلمان فارسی که اومد گفت خیرات نمیخوره، خرما را کارد گفت صدقتون ام هدیه. رسول الله هم گفت که سلمان فارسی گفت که صدقه هست، رسول الله هم گفت نخورد. المخت مسند رسول الله هم ششتم. ما باید شخصیت رسول الله هم پیش مردم ضعیف جلوه بدم یا عالی و خوبتر؟ از او خاطر کسی که در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم ششتم او باید از گشنگی بمره خیرات نخوره، بمره از گشنگی خیرات نخوره. چرا؟ عزت عالم دین عزت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، از نیست. و بی‌عزتی به عالم دین بی‌عزتی به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این عزت خود علما خودشون باید درک بکنن. این حال انسان با فکر و با دانش در این مسائل بحث میکنه. تمام روز میم دمو فروعاتی که 14 قرن قبل موجود بوده و او موضوعات از بین فقها هست، سورا میخیزیم در فیسبوک ها و در برنامه ها و با زور جور و سر از او جنجال بکن، صف مسلمان ها را بشکنن، قوت اسلامی را از بین ببر، دوستی و محبت بین مسلمان ها را از بین ببر. نه، چون دشمن حقیقی را نمیشناسه، بی فکر است. مسلمانه که دوستش از برادرش است کلمه میخوانه لا اله الا الله میگه، امروز دشمنی میکنه. کافر قرار ده خوندی خیرش تا چک چک میکنه برشان میگه بخورین یکی دیگه تانه. یک وقتی موسی علیه السلام به الله متعال گفت یا الله برای من یک ذکر را یاد بده که بکنم، ذکر بکنم. الله متعال برای گفت یا موسی قل لا اله الا الله، بگو لا اله الا الله. موسی علیه السلام گفت یا الله این ذکر خود کلگی میکنه، برای من یک ذکر را یاد بده که بسیار بلند باشه و مخصوص ما باشه. الله متعال برای گفت که موسی تو میفهمی که لا اله الا الله چقدر ارزش داره پیش من؟ اگر آسمان ها و زمین تمام مخلوقاتی که با تمام مخلوقاتی که در آسمان و زمین است کل زیره در یک پلی ترازو بینی، کل مخلوقات که جبریل امین چقدر بزرگ است، میکائیل، در زمین کوه ها، دیگه سیارات، کهکشان ها، کل در یک پلی ترازو بینی، لا اله الا الله را در پلی دیگه ترازو بینی، لا اله الا الله گرنگ میشه. اینقدر لا اله الا الله پیش الله ارزش داره. ولی متاسفانه بسیاری کسا ایره نمیفهمن. چرا؟ به خاطر از اینکه صاحب فکر درست اسلامی نیست. نمیفهمن ارزش از اینه. به هر صورت
انسان باید لا اله الا الله رو بفهمه و نواقض لا اله الا الله رو هم باید بفهمی. توحید که فهمیدی نواقضش هم بفهمی. چرا تنها لا اله الا الله رو به زبان گفتن و شرایط و تعهدات و نواقض از رو درک نکنی، باز او لا اله الا الله گفتن هم به درد نمیخوره. چرا شکستان داشت؟ پس میشکننش. به هر صورت عبادات فکری اهمیت بسیار زیاد داره. حالا میایم سر اهمیتش در قرآن عظیم شان آیات هم میکشیم. چی اهمیت داره؟ اهمیتش هم میخوانیم یکی یکی. اولش عبادات فکری بسیار مهم است به خاطر که الله متعال او بنده های را توصیف و مدح میکنه که عبادت فکری میکنن. در کجا مدح کرده و صفت کرده؟ سوره آل عمران آیت 191 ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الذين کسانی که یذکرون الله یاد میکنن الله را قیاما در حالت ایستاده و قعودا در حالت نشسته و علی جنوبهم و به پهلوی خود خفته الله را یاد میکنن. و یا علما میگن عبادت میکنن در حالتی که توانایی داشت 20 رکعتی نماز خدا میخوان، اگر توان نداشت 6 رکعتی نماز خدا میخوانن و اگر نشسته هم نماز خوانده نتونست به پهلوی خود خفته هم نماز خدا ترک نمیکنن. بعضی علمای دیگه میگه این معنا را هم میته که الذین یذکرون الله یعنی یعبدون عبادت الله را میکنن، جهاد فی سبیل الله میکنن. در کدام حال؟ بعضی اوقات استاده در جبهه میجنگن، بعضی حالات نشسته میجنگن و بعضی هم به زمین خفته سلاح خدا در مقابل دشمن استعمال میکنن. 3 حالت مجاهد. این انسان های با عزتی که ذکر و عبادت و طاعت الله را به هر حالتش تمام عبادات ها را میکنن، یکی از عبادات بزرگی را هم میکنن که و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان ها و زمین تفکر میکنن. سایل میکنن، مثلا در یوتیوب میرن نشته میکنن که خلقت آسمان ها، خلقت آفتاب، پیدایش آفتاب، پیدایش مهتاب، ساختمان آفتاب، ساختمان ستاره ها، یاره میبینن و درباره ازی فکر میکنن سبحان الله چه ذات با عظمت است، چه مخلوقات را خلق کرده. ما در یک زمینه که در مقابل دیگه سیارات مثل یک صفر وارد، یک نقطه، همونطور که پیش رفته بری دیگه که بیه زمین مثل یک نقطه‌ک میمانه و ما در بین از این نقطه یک انسان هستم، در بین چندین میلیارد انسان. باز چی میگه؟ به نتیجه میرسه میگه ربنا، ای پروردگار ما، ای خالق ما، ای رازق ما، ای روزی دهنده ما، ای شفا دهنده ما، ای زنده کننده ما، ای میراننده ما، ای خالقی که بر ما جنت خلق کردی، ای خالقی که دوزخ بر دشمنایت خلق کردی. ما خلقت هذا باطلا، تمام این مخلوقات باطل خلق نکردی. سبحانك پاکیست را یا الله، فقنا عذاب النار، پس یا الله ما را از عذاب آتش دوزخ نجات بدی. عذاب دنیایی هر قسم که باشه تیر میشه، هر قسم که تیر ببینی تیر میشه، بسیار سختی ها را مردم میبینه تیر میشه، لکن عذاب آخرت بسیار سخت است. ربنا، سکیر انسان های با فکر میگن که ربنا، ای رب ما، اینک من تدخل النار فقط اغسیته،
کسی را که در داخل دوزخ بودی ذلیل ساختیش، خوار ساختیش. و ما للظالمین من انصار، برای انسانهای ظالم باز هیچ کمک کننده نیست. ربنا، ای پروردگار ما، اننا سمعنا، یقینا که ما شنیدیم، منادیا، یک ندا کننده که ینادی للایمان، مردم دعوت میکرد و صدا میکرد به طرف ایمان، ان آمینو، که ایمان بیاورین. شنیدیم صدای پیغمبره، شنیدیم قرآن، شنیدیم احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتن ان آمینو بربکم، بر ربتان ایمان بیارین. یا الله فآمنا، ما هم چی کردیم؟ ایمان آوردیم. ربنا، ای پروردگار ما، فاغفر لنا ذنوبنا، پس مغفرت بکو بر ما گناههای ما را، و کفر عنا سیئاتنا، و گناه ها و اشتباهات کردیم اونا را یا الله تو به قدرت و عظمتت نابود بگردان از دفتر اعمال ما، پاکش کن از صحیفه اعمال ما به رحمتت. و توفنا مع الابرار، و ما را بمیران به همراه انسانهای نیک. ربنا، ای پروردگار ما، و آتنا، و بتی بر ما وعدتنا علی رسولک، آنچه را که وعده کردی به پیغمبرایت. گفتی که بر انسانهای مؤمن، انسانهایی که به حاکمیت الله تسلیم میشن، به عبادت الله تسلیم میشن، به وحدانیت الله تسلیم میشن، ایمان دارن، همون چیزی را که وعده کردی برای پیغمبرایت بر ما هم بتی. ولا تخزنا یوم القیامه، و ما را خوار ذلیل نگردان در روز قیامت. انک لا تخلف المیعاد، یا الله تو خلاف وعدت نمی کنی. الله متعال چی میگه؟ اگر امی قسم مخلوقات موجود باشه، امی قسم انسانهای وجود داشته باشه، فاستجاب لهم ربهم، پس اجابت دعای از اینا را میکنه ربشان، برشان میگه که انی لا اضیع عمل عامل منکم، ما ضایع نمیگردانم عمل هیچ یک از عمل کننده های شما را. من ذکرین، اگر این عمل کننده این مؤمن مرد باشه، او انثى، یک کدام زن یا دختر مؤمن و مسلمان باشه، بعضکم من بعد، بعضی از شما برای بعضی دیگر، فالذین هاجروا، پس کسانی که هجرت کردند، و اخرجوا، و کشیده شدند، من دیارهم، از منازلشان، و اوذوا فی سبیلی، و اذیت شدند در راه من، و قتلوا، و کشته شدند، لأکفرن عنهم سیئاتهم، باز بر از این مردم گناهایشان را میبخشیم، و لأدخلنهم، و حتما، اینجا اکفرن سه تأکید است، لام تأکید، نون تأکید ثقیله، یعنی لأکفرن، حتما 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 نابود میکنم عنهم، از ایشان، سیئاتهم، گناهایشان را. شهید این منزلت دارن. ولادخلنهم جنات، و حتما 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 اینا را داخل میکنیم به جنت ها، ات جنت ها و باغ هایی که تجری من تحت الانهار، که در زیر از جوی بارها جریان داره، جوی آب است و جوی عسل است و جوی شیر است و جوی شراب پاک است. ثواب من عند الله، این اجر و ثواب از جانب کی هست؟ از جانب الله متعال است. الله متعال نصیب ما و شما بگردانه. الله متعال ما را مرگ شهادت نصیب بکنه یا الله، که فی سبیل الله، والله عنده حسن الثواب، و بهترین و خوبترین ثواب ها پیش کی است؟ پیش هم است. باز یک توصیه دیگه هم الله میکنه برای ما و شما، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، این تکنولوژی و این طیاره ها و این قصرهای کافرها که در اینجا تابالا میشن تو را مغرور نسازه که ولی فلانی موتر داره و فلانی نه، که طیاره طلایی داره و موتر طلایی داره، بعضیش نشان میده ماشین در طیارهش حوض آبوازی داره، قصرش ماشین قدر چند جری بس، دیواراش قسم است، این هیچ نیست. دونمو قصر بسیار بزرگ و دمو طیاره طلایی و دمو موتر طلایی،
از خاطر یک کرونا 20 دفعه وضوش میشکنن. یک ویروسک عادی. اینا رو فکر کو که اگه این چیزا پیش الله به اندازه بال پشه ارزش میداشت به کافر نمیداد. هیچ. متاع قلیل. الله متعال میگه این یک متعی کم است. یک موترک و یک قصرک و یک باغک و یک فلانی یک، این پیش الله کلش گک است. چی است؟ گک است. قلیل چی مانا؟ کم. گک. اون میگه باغ دارم، الله میگه باغک است. قصر دارم، الله میگه یک قصرک است، یک خانه که بی ارزش، در یک زلزله توتا میشه. موتر دارم، یک موترک. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم. باز جایگاهشون کجا هست؟ آتش دوزخ است، جهنم است. و بئس المهاد، بسیار بد جایگاه است. الله حفظ بکنه. لكن الذين اتقوا، لكن کسایی که خود وقایه کردن از این بدبختی ها، از این امراض فکری، از این نجاست ها، از این دشمنای الله و رسولش، لهم جنات تجری من تحت الانهار. باز الله متعال میگه بر از اینا باغ‌هایی است که جاری است در زیر از جویبارها. بر چند روز میباشن؟ الله متعال میگه نه خالدین فیها، همیشه اونجا میباشن. چرا همیشه میباشن؟ میگه به خاطر که نزلا یک مهمانی است من عند الله. او خب مهمانی انسان هاست که یک شب مهمانی میتید، صبح باز میگه برو دیگه با امان خدا. لکن اینجا نزل، این نزل چی است؟ این مهمانی کی است؟ از الله. مهمانی الله چه قسم است؟ دائمین از خالدین فیها و ما عند الله خیر للابرار. و چیزی که به نزد الله هست برای نیکوکارا او بهتر است، دائمی هست. این زندگی که هر قسم که باشی این از بین میره. پس عبادت فکری دین ارزششه. یتفکرون فی خلق السماوات والارض. دیدی نتیجه عبادت فکری ده چقدر عالی هست. ای اولین اهمیتش بود. دوم اهمیت عبادات فکری است که شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادات فکری میکرد. روى الامام مسلم، روایت میکنه امام مسلم نیشابوری رحمت الله علیه فی صحیحه، در صحیح مسلم، عن عبدالله ابن عباس. از کی روایت میکنن؟ از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، یعنی الله راضی باشه هم از عبدالله و هم از عباس رضی الله عنهما، انه بات عند النبی صلی الله علیه و سلم ذات لیلة. میگه یک شب عبدالله ابن عباس بچه‌ای که نوجوان هست خرد است، میگه من یک شب امرای کی بودم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بودم. فقام النبی صلی الله علیه و سلم من آخر اللیل. میگه در آخر شب رسول الله صلی الله علیه و سلم برخاستن. ثلث اخیر نه، وقت تهجد است. فخرج، میگه اول رسول الله صلی الله علیه و سلم برآمد. سعی کنین کسایی که تهجد میخونن نه کدام تهجد خانه میکاره کرده، عبادت یادشان رفته. فهمیدی؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خیز برای نماز تهجد، این وقت خیز، فنظر الی السماء، رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام طرف نظر کرد؟ به طرف آسمان. ثم تلا هذه الآیه فی سوره آل عمران. باز امی آیاتی که در سوره آل عمران است، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. امیر خان تا با آخرش، تا فقنا عذاب النار. ثم رجع الى البيت، باز به خانه خود پس آمد. فتسوک، باز چی کرد؟ مسواک کرد. و توضأ، وضو کرد. از این معلوم میشه که پیش از وضو باید یک دفعه چی کنی؟ مسواک کنی. یک سنت است. اول برای طرف آسمان سیل کنی یا آیات بخوانی، تفکر بکنی در خلقت آسمان ها و زمین. رسول الله صلی الله علیه و آله کار کرد، باز مسواک کرد. و توضأ، باز وضو کرد. ثم قام، باز خیز. فصلی، باز رسول الله صلی الله علیه و آله نماز خواند. ثم اتجع، باز به پهلوی خود خواب کرد. ثم قام فخرج، باز استاد شد، باز بیرون رفت. فنظر الى السماء، باز به طرف آسمان، یعنی قبل از تهجد هم این کار کرده و بعد از تهجد هم به طرف آسمان سیل کرد. فتلا هذه الآیه، باز می آیت خوان.
ثم رجع سوک فتوضأ ثم قام فصلى. باز رجوع کرد، مسواک زد، وضو کرد، باز خیست و نماز خواند. قال یعنی او یک دفعه که خیسته بود، یعنی بعد از تهجد خواب کرده دیگه. متوجه هستین؟ باز خیسته عین کار کرده. قال النووي رحمه الله، امام نووی رحمت الله علیه میگه فیه انه یستحب قراءتها عند الاستيقاظ. خواندن از چی است؟ مستحب است در وقت بیدار شدن فی اللیل، در شب، مع النظر الى السماء، و همراه نظر کردن به طرف آسمان، لما فی ذلک من عظیم التدبر، چرا در این تدبر بسیار چیز. و اذا تکرر نومه و استيقاظه، اگر انسان چند دفعه خواب میکنه و چند دفعه بیدار میشه، مثلا یک دفعه خواب میکنه باز به تهجد بیدار میشه، باز خواب میکنه باز به نماز صبح بیدار میشه، بازم همین عمل خوب است. و استحب تکریره قراءت هذه الآیات، تکرار از قراءت از آیات هم برش کار خوب است، کما ذکر فی الحدیث والله سبحانه و تعالی اعلم. خب سوم، اهمیت تفکر عبادت فکری رو در چی پیدا میکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم ویل گفته برای کسی که تدبر نمیکنه. مادر ما و شما و مادر تمام مؤمنان عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که مادر ما و شما، چرا در قرآن عظیم شان گفته که و ازواجه امهاتهم، همسرای رسول الله هم چی ما و شما میشن؟ مادر ما و شما میشن. مادر ما و شما، مادر صحابه، مادر تابعین، مادر تبع تابعین و مادر تمام مسلمانان که به قرآن و سنت ایمان دارن. این بزرگوار عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ویلون، شدت عذاب است، لمن، برای کسی که، یا وای هست. در عرب ها زیادتر وقتی که به عربی استعمال میکنن یک کسی را که هلاکت و بدبختیش بیان میکنن میگه ویلون له، هلاکت سر از او کسی که، ویلون لمن قرأها، هلاکت از برای کسی که این آیت تلاوت کنه ولم یتفکر فیها، لکن در او تفکر نکنه، هم در آیت تفکر نکنه و هم در خلقت آسمان ها، خلقت زمین، خلقت مخلوقات، خلقت وجود خود دی تفکر و تدبر نکنه. چهارمین اهمیت تفکر یا عبادات فکری چی است؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما کسی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا کرده که الله ایر فقیه در دین بگردانه. اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، یا الله ایر فقیه در دین بگردان و تفسیر خوب برازی یا الله تعلیم بده. دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقش قبول شده. بهترین فقیه و بهترین مفسر بود عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما. این هم یک جمله میگلسه کنین در اهمیت تفکر. چی میگم؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه رکعتان، دو رکعت نماز، مقتصدتان که بسیار عادلانه باشن، بسیار معتدل باشن، فی تفکرین، دو رکعت بخوانی بسیار برابر و مساوی خوب. در چی خوب برابر باشه؟ در تفکر. خیر من قیام لیلت بلا قلب، این بهتر است که کل شب قیام بکنی قلبت حاضر نداشته باشه، حضور قلبی نباشه. دو رکعت بخوانی، وقتی که الله اکبر میگی در عظمت الله فکر بکنی، وقتی که میگی سبحانك اللهم، حالا سعی کنین اگر یک کس سبحانك اللهم را با تدبر بخونه، در یک سبحانك اللهم 3-4 دقیقه تیر میشه. سبحانك اللهم، پاکیست تو را یا الله. خب با قلب خود یا الله، ما مشکلات داریم، بی‌وضویی داریم، بی‌غسلی هست، مشکلات هست، گاهی بینی ما خون میشه، گاهی گوشای ما
چرک می داشته باشه. گاهی سبحانک، تمام پاکی های حقیقی الله بر تو است. این تفکر میگه دیگه. و به حمدک، حمد است. ده حمد تفکر میکنه. حمد چی است؟ یعنی الحمد تمام اسما و صفات عالی که شایسته الله متعال است. تمام نام ها و صفات عالی که در روی هیچ نقصان نباشه خاص بر تو هست یا الله. سبحانك اللهم و بحمدک و تبارک اسمک، نام تو یا الله بسیار عالی و با برکت است. و تعالی جدک، مقام و منزلت تو بسیار عالی است یا الله. سیکت الله گپ میزنه در نماز. فرق از بین یک کسی که در نماز میخونه که الله گپ میزنه و هر کلمه‌ای را که به الله میگه درباره از او فکر میکنه، و فرق از بین یک کسی دیگه که میگه که الله اکبر خلاص یک سه چهار دفعه ممکن چی کردی؟ خدا خلاص کردن اصلا. و تعالی جدک ولا اله غیرک یا الله. در هر رکعت نماز که الله تعهد میکنه یا الله به غیر از ذات تو عبادت برای هیچ کس شایسته نیست، هیچ کس معبود نیست، و به غیر از قانون شریعت تو هیچ قانونی بریم قابل پذیرش نیست. ولا اله غیرک. یا به عوض از این دعای دیگه رو میخوره که رسول الله صلی الله علیه و آله تنها ایره نمیخوند، رسول الله خود دعای دیگه هم کردن. اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب. یا الله من بسیار گناهگار هستم، باعد بینی و بین خطایای، در بین ما و بین خطاها و گناهها و اشتباهات من اقف فاصله ایجاد کو، کما باعدت بین المشرق و المغرب، مثل که فاصله در بین شرق و غرب است. رسول الله صلی الله علیه و آله میرم خوانده اللهم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق و المغرب، اللهم نقنی من الخطایا. یا الله نهود نماز شروع کردیم، یا الله مرا پاک و از گناهان، کما ینقى الثوب الابید من الدنس، مثل که یک لباس سفید از لکه ها پاک میشه. سفید کننده را میپرتی دیدنی؟ ماهی سفید کننده را که سرش انداختی هم لکه های شکلش چی میکنه؟ گم میکنه. یا الله گناه های مرا، اللهم نقینی من الخطایا کما ینقى الثوب الابید. سیکو چی رسول مهربان داشتیم، و ما ینطق عن الهوا. چی خالق مهربان است که بر رسول خود یاد میده و رسولش بر ما یاد میده که اینی قسم دعا کو که تو الله پاک کنه. هر قدر گناه کردی بر الله بگو که یا الله اللهم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابید من الدنس. اللهم یا الله، اللهم اغسل، یا الله بشوی خطایای گناههای مرا بالماء، با آب، بالماء و الثلج و با یخ و برف و البرد و با ژاله. در زبان عربی ژاله را جاله ما شما بگید ژاله. توسط آب ازی کل گناه های مرا ببخش. در آغاز نماز باز از میگه اعوذ بالله السمیع العلیم. رسول الله سمیع قسم اعوذ بالله میگفت اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. من پناه میبرم به او ذاتی که سمیع و علیم است، میشنوه و عالم است. من الشیطان الرجیم، از شر شیطان الرجیم، من حمزه و نفخه و نفسه. شما ترجمه نماز نمیشه، من براتون در تفسیر بگم. پس عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما چی میگه؟ رکعتان مقتصدتان فی تفکر. متوجه هستید که در اونجا عدالت فکری مراعات شده باشه. یعنی قسم که نماز میخوانی به مو اندازه 2 رکعت نماز فکرام داشته باشی. اتنا باشه که 2 رکعت نماز میخوانی فکرش نکردی. اگر همین عدالت در بین ازی وسطیت مراعات کردی، نمازت به همراه فکر تدبر بود، خیرون بهتر است. از چی؟ از قیام لیلت بلا قلب، که تمام شب نماز خوانده بری و 200 رکعت خواندم و 300 رکعت خواندم و 400 رکعت خواندم، قلبت چی است؟ غافل است و فکر هیچ نمیشه. میگه از کل از او که از 500 رکعت کرده چی خوب است؟ 2 رکعت با فکر و با تدبر خوند. چرا این واسطه شخصیت تغییر میده. صحیح نیست؟
فکر تجور میکنه، عبادت تجور میکنی است. ابو درداء رضی الله تعالی عنه دیگه صحابی هست. ما و شما وقتی که میگیم قرآن به منهج صحابه میفهمیم، این صحابه این تو میگه دیگه. حالا تو میای باید پیش یک نفر دیگه والا فلان نفر بر من نماز این قسم یاد دادن. یک روز یک اشتکار کردید میگم تو بخوان، میگه تحیات لله ولا نشکرک ولا نکفرک. شروع کردن. در کجا یاد گرفتی؟ این یاد گرفتی. این نامش مانده خلفی. نه، صحابه سلف صالح بودن. سلف صالح کی است؟ شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش است و تابعین و تابع تابعین و منهج از اونا قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله را جور کن. قبول میشه نماز. این قسم نماز بخون. خب ابو درداء رضی الله تعالی عنه یک صحابی جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این چی میگه؟ میگه تفکر ساعت خیر من قیام لیله. حتی اگر نماز نخوانی، تنها بشینی یک ساعت درباره مخلوقات الله فکر بکنی. اینی فکر کردن تو درباره مخلوقات الله، این میگه از چی کده بهتر است؟ از قیام ساعت. از یک ساعت چی کردن؟ از یک ساعت قیام کردن کده. یک شب یک ساعت تفکر از قیام ساعت کده چی است؟ چه قسم تفکر میشه؟ مثلا ما تفکر میکنیم. باش براتون یک مثال تفکر هم بگویم. نه؟ مثلا درباره یک مخلوق وقتی که فکر میکنیم. تو بیا اینجا. سعی کنین وقتی ما میخوایم درباره یک مخلوق فکر بکنیم. خب بیاین درباره دست ازی فکر میکنیم. نه؟ این دست ازی قاط میشه. نه قسمی صحیح نه؟ اگر همین دست ازی قاط نمیشد، همین دستش قاط نمیشد، چه قسم نان میخوردی؟ حالا تو نان میخوری دستت قاط نمیشد، چی میکردی؟ نان میگرفتی توی طرف میره بتون. باز مجبور دست ما هم قاط نمیشد، دست تو هم قاط میشد. قاط نمیشد. نه؟ باز ما تو دیگه چی میکردیم؟ مردم غوری ماندگی است. تو ددان ما میکردی، من ددان تو میکردم. بابا چه گوشت بتی؟ بابا چه گوشت شو میگی؟ بابا چه کنش کچالوت سیسنی. پس سیکو ما با اینمی استادی خود محتاج ازی بودم نبودم که یک لقمه نان چی کنه؟ اگر دست ما قاط نمیشه. حالا مثلا لقمه را بگیریم خوبم تو سم صفحه ستره سیزنی عبور میریم بدان خود بدون هر مشکل. اینمی که دست ما را قابلیت قاط که میشه، این یک ذات کریم هست. ذات کریم هست که ما تو نخواستیم او بر ما داده. کرم الله است که نخواسته باشی برات نعمت هم میده که تو مشکل پیدا نکنی. اگر امی قاطک از اینجا در بازار فروخته میشد، میگه ای $20,000 است، چند نفر خریده میتونست؟ کی میتونست بخره؟ ها؟ کسی میتونست بخره که در بیرون یک موتر $20,000 استاد کرده باشه. و ما شما بیچاره کل ما دیگه نمیده سکای ما تو دراز میبینید دیگه روان میبینید. خوب هستی بیاده؟ ها؟ یک بغل کشی هست نیست؟ برو تو ده قارد بیا تو بیا شباز. مثلا درباره ازی فکر بکنیم. چه خالق مهربان است که بینی را خلق کرده. اگه بینید بند می بود شو خو میکردی چی میشد؟ نه خال تفکر کنید. شما خنده میکنید، ما فکایی نمیم خنده کنیم. اگه بینید بند می بود دان تا بند مثلا چی میشد؟ شو دان تا بند کرده میتونستی؟ مجبور تا صبح دارد واز میری تا تنفس کنی. حال دوران که بند است بسیار با عزت چیزی خواب استی. پس اینمی که برای بینی توی سوراخ کار دادی یک نعمت از نعمتهای الله هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ ها؟ چیه؟ اینمی تفکر میره میگه اگه می نوککای بینی تو بینی سرچپه می بود طرف هوا می بود
یک وقت باران بشه تو خبر نیست که 1 کیلو آب در دانت آمده. نه خال باید فکر کنیم، باید تو خنده لطفا نکنین، فکر کنین. سکن چیز ذات با عظمت است که ما را وقت خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بهترین چهره رو بر ما و شما الله متعال داده. اگر یک نفر گوشاش قطع کرده بودن، اینمی گوش کس جهت صدا را بر تو تعیین میکنه. یک کس گوشاش قطع کردن، دکترها گفتن باش که چی نظر میدن. وقتی که برش از پیشیش پرش نام چی است؟ حفیظ. چی؟ حفیظ. حفیظ. خب وقتی که برش میگه که حفیظ، او خود گوشش نبود، عوضی که پیشروی سایل کنه پشت سر فکر میکنه کس از پشت سر بر من صدا میکنه. حالا مثلا وقتی که گپ زده میشه، ما شما میفهمید صدا از اونجا اومد. اون مجرمک موبایل از اون مجرم بود میبینیشه، اون از اون صدا کشونه خدا پتک گرفتن، اون قاری صاحب یک بس بسک کرد. این کلش است نعمت الله هست نیست. یعنی برو بچید، یعنی بسیاری اوقات انسان اگر در وجود خود فکر بکنه و این تعود نعمت الله متعال میگه اگر یک نعمت مرا شما محاسبه کنین لا تحصوها، شما او را حساب کرده نمیتونید. یک نعمت الله مثلا کسی از ریاضیدان همیشه که خوب حساب بفهمه، کدام کسی که در حساب خوب چالاک باشه. امی شخص استاد صدیق افغان هم اگر میشه بیاریم تعداد تنفس هایی که از زمان تولد تا حمل کرده، اکسیژن که روزانه گرفته برای موضوع حساب کرده میتونه. و این تعود نعمت الله لا تحصوها، یعنی یک نعمتی که تو روزانه چند مرتبه تو هوای اکسیژن مفت الهی را گرفتی. از این خاطر یک وقت یک دکتر دیدم بسیار با خوبی نماز میخوان. گفتم دکتر صاحب چرا اینقدر نماز خوب میخوانی؟ ما تیسیس خوانیم از تو چقدر نمازت با رکوع با سجده با فکر با تدبر. گفت استاد ما درباره یک نعمت الله دمی افته یک نعمت الله را دیدم، آل شکر همین نعمت می کردم، درباره از این فکر میکردم. بگو دکتر صاحب ما یاد بگیریم از این دکترها یگان چیز یاد بگیرین، دکتر مسلمان باشه بسیار تجربه اسلامی خوب خودم میگه. گفت استاد یک کسی یک جوان بود بسیار خوب قوی و خوب سپورتمن، ای گفت اکسیژن نورمال گرفتن نمیتونست، تنفس کردن نمیتونست. گفت روزانه $200 بر از این اکسیژن میخریدن، کیلو $1. روزانه $200 باید بر از این اکسیژن داده میشد تا استفاده بکنه. گفت فهمی بود که اگر 1 دقیقه یا 2 دقیقه یا 5 دقیقه اکسیژن ختم میشد دیگه نمی بود. گفت ای خیزک زده میرفت رنگش سیاه میگشت. میگه ما برش گفتم که یا الله هر روز ما $200 اکسیژن مفت تنفس میکنیم. کسی هست که تنها شکر اکسیژن نکرده باشه برای الله؟ گفت من شکر می اکسیژن نکردم، از سجده رفتم گفتم یا الله شکر، اگر ای به پیسه می بود ما خریداری کردن نمیتونستیم، در به در میشیدیم. اینمی است که اگر شکر نعمتهای الله را بکنیم انشالله شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اگر کسی نعمت الله را بکنه الله متعال نعمتایش زیاد میکنه، و اگر کسی ناسپاسی بکنه او از دایره خارج میشه. الله متعال ما و شما را توفیق تفکر و تدبر نصیب بکنه. عبادت و السلام علیکم.